چرا شما یه خیلی اوکی پدرین اوکی پدره ای اوکی پدروش این خیلی چون اینقدر درون نودون کیل چی میگن پری کیل پری جزیره پری افلوسی های سبب شده چی باشه یا پروستا بخله پروستا خیلی هرچی هم کشف فهمیدم که حیات داخلت کو موسرای موسروش بوده کامنتاریو من خوندم یا کامنتاری یا ویدیو خوندم این نفرات این قاب وقتی پدر یا خیلی نواز او چای گم تکشتم او تای گم تکشتم بلا قودم وی پاستن نیست ای بعضی دکودم پاستن روی نیست پروستا خدا میخوام شما رو میزنم برای که وقتی آدم زد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخشش بردار عزیز میکروفون ما فراموش کردم اگرم تلفن قطعی ضبط کنم تلفن قطعی خوشتر وقتی ضبط میشه میکروفون برای که یا تلفن پیشرفته دبی است که تلفن خب انا مسئله ویدیو ما رو فهمیدین درباره چیه برای همین پیشکی ننویسون کامنتار نکردم اول گوش که گپم برادر عزیز بعد کامنتار بکن فهمیدی подписаться دکمه پاتن لایک پای که فراموش نمیکنین میگیرین کاتون میدرین چوی دام میکنین لیمون چوی میشینی کاشپالو میکنین کافی رو داد میمونی خب ننوشی مصر میکنین ویدیو را چنانی که شیخ سعدی گفتن همین رو میخوام یه بار دیگه تکرار کنم شعر میگه خر عیسی گربرش مکه گرچه بیاید هنوز خر باشد میگه مثلا دیدیم امروز ما بسیار خیلی خراره توبه کردم مثلا ای کارشون توبه کردن رو به سوی الله سبحانه و تعالی آوردن رفتن مثلا خانه کعبه طواف کردن زیارت کردن خیلی اومدن با همون خلیشون با همون کارهای حرامیشون بگیم دوام دادن правильно همون بچه‌شون دیدی که نامشون نمیگیره میدونین تو ها برایم خیلی مثلا به ناموس دایوس هم کار کردن مثلا برای همین آدم باید تیار شوه برای خانه خدا رفتن باید تیار شای اوورینی باشی که تو برای مثلا بیای دیگه هم کارو نکنی بریخم کی برای همین این گپای ما صاحب شمیوه فهمیدی اینای رفاقت جمشید ویدیو شدیدم من نسبت خود اگه اون گپی هست ولی نمیگم افکر نکنید گپای من نسبت خود رفته سای نه که اگر خودم اگر برای خونه خدا رفته یوزی دیدم بیای با هم نغمات خیلی گپای من واسه تو داخل داره نه که اومدی مثال رفتی خونه خدا طواف کردی خونه کعبه گیر گشتی اومدی مثال دایش زندگیت خوش رو ان شاء الله سترکت کردگی به حجاب نمازات خوانده خدا را شکر گفتی گپا دایش زندگی داری خوشو بر حالت باور کده خوش بر حالت نه که نه بزه ما دیدیم مثال خود در یک ویدیو تدید موزی در اینستاگرام بسیار مردم داشتم کرده تای کامنتار ده هر چی گفت خودم گفتی که من خوندم همین ویدیو ما کامنتار باشه بسیار داشتم کردم بسیار گپای قبه هم گفتن بهری چی میگویی تعمیر چی فکر میکنی برای چی گپای بزه بود میگن تو توجیک دختر ریخته توجیک میگی الحمدلله رب العالمین مسلمانی میگی با کم کم دوامتی خطی دوستم رو شریف سری درس خونده دوامتی با بین که به خاطر مسلمان بودن داخل اینای مثال فرم‌های داری مثال لباس‌هایی که میپوشی مقصد مردم ما که دین دوستدار که هستن مثال برای همین میبینند مثال ایسی کارهای بزیب تا خیلی لباسای بزیب تا مثال نو پیشی بر پس مثال نمی خودت خیلی مثال نمیشه زراده البته مثال غضبی میشوند میگن یا تو مسلمان شای یا مقصد کافر شای اگر تو بگویی که من مسلمان نیستم یعنی تو برو پابلیش نبگویی مردم ما بیزار شدم برای حقارت میکنن برای نمی کارو مثال برای چیزام من مثال مسلمان نیستم بگو مرا چخه نشین من اسلامی نیستم مثال من مؤمن نیستم بگو اگر هیچ کتر دیگه هیچ نمیگه باور کن به قسم خوردن قسم نخورم تر دیگه هیچ کا کاردار نمیشه مثال چه خیلی مثال توجیکای ما هستن همه روزهایی که میبینن ویدیوشون تماشا میکنن مثال مسلمان نیست چی کاری فورش تماشا کردی و دختر مثال پروست تماشاش میکنیم از گره میریم میگه کارش نداریم برای که مسلمان نیست اما دومی که تو مسلمانی خودت مؤمن میگیری ایرا بدون که تا مردن تا کاردارت میشوند میگن تا حقارت میکنن گپای بیزه بود میگن که رب گرنه که هیچ آدم با حقارت و با گپای بیزه آدم عرش نمیگن ان شاء الله که آدم باید با سخن خوب فهموندن در کار سخن نیکتی گفتن در کار نه اینکه دشنام و مثال زدن و مثال فهمیدی این کارو خاطی مثال آدم وای نمیشه برای همین خواهش میکنم انسان هایی که مثلا مرا بعضی میگه حج نمیره خاک ان شاء الله نصیب مونده باشه میریم نیت مونده هست خدا را شکر اگه سوس تاریخ شروع بینیم بریم با عمو بکی اومد دیگه بلوگری ممکن نکنم بکنم ممکن گو اگه میشه ان شاء الله وای میکنیم برای همین انا رفت رفته باشی اومده باشی اگر همین سخنای مرا دیدی مثلا بوز نگرد بس پس نگردی با همین کارهای بزه بود ان شاء الله حاضر یا خلاص میگه که اینمی چیزای وای میکنی ما اینا دامی اسلام اومدم اینا خیلی اسلامی را کدستم توبه کردم خودم میگه هیچ سومپوم نمیویم اینا موندیم در نمی راه گیم گفتو گپو مرا همون چیز مثل نونو میداد و میداد بگذار حرام باشه این گپو بخدا گپو کفری گپو بزی باید آدم یا حیات حرام خورده فهم که مثال حرام میبره فردا نزد الله جوابی سخت داره حرام خوردن مثال چیز و همین خاطر فکرات رو با کامنتار بنویسید برای که جورا پراپسکات کردیم من بسیار دستم کنه خود خوش کردم میکروفونک نیادم نمیوردم داو کیسم بوده
ویدیو رو پدلیست کنین روی کنین نسبت یگام تاد گفتگو پویش که من بدبینی هم ندارم یگام خصومت هم ندارم همه به خاطر الله دوست می‌دارم الله هممون هدایت کنه برادر عزیز جنت الفردوس برای ما نصیب روزی گردونه همسایگی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در جنت برای ما نصیب روزی گردونه بیماری رو شفای کامل به فرزندان و سوی فرزند به نماز و اهل نماز توفیق نصیب روزی گردونه ربنا افتح بیننا و بین قوم الحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام علیکم و رحمت الله